خب حالا چجوری لیفتمون رو انجام بدیم؟ لیفت رو مبناتون رو یه انگشت میذارین، انگشتی که 3 تا بند داره. ما این 3 تا بند رو جدا میکنیم، یعنی همین اندازه برای لیفت کافیه. 3 تا بند رو جدا میکنیم، 1 2 3. این 3 شماره رو شماره اول و شماره سوم رو میگیریم به همین راحتی. شماره اول سوم رو میگیریم، شماره 2 رو میندازیم. 3 تا کش چرگیز تو هم میندازم، بستگی به دوام کشاتون داره تا انتها. مو رو در میارم. خیلی از شینیونکارا هستن یه اشتباه بزرگی انجام میدن، اینه که وقتی به این مرحله رسیدن همینجا کشو میکشن و لیفت رو انجام میدن، ولی این خیلی بده، چون وقتی این کارو میکنن این لیفت به این شکل وای میسه. یعنی شما هر کاری کنین با هر سنجاق اینو نمیتونین درست کنین. میایم یک پیچ از داخل میدیم این شکل. وقتی این پیچو بدیم دوم مو رو میکشیم و لیفت به صورت خواب مویی که بوده همون شکل میمونه.